سلام بچه‌ها. خیلی خیلی به کانال من خوش اومدی. خیلی خوش اومدید. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو تا اینجای کار داشته باشید. مدل پوری بریم. آقا من یکم سرمایه خیلی ریزی خوردم. تو باز خیلی بهتری. بعد امکان داره یک کوچولو بی‌حال‌تر باشم و صدام هم گرفته یعنی توپقا غلطا گندایی که توی ویدیو میزد و انداخت گردن سرماخوردگی دیگه. آره بچه‌ها اومدیم با یه اصلا یه چیز زیبا. ببینید اصلا راجبش توضیح بده. الان بذار اول بگم بچه‌ها این میستری باکسه. میستری باکس چیه؟ نمیدونیم چیه. نمیدونیم توش چیه. یه جعبه است نمیدونیم توش چیه. چجوری نمیدونی توش چیه؟ از یه نفری خریدیم فقط اون میدونه توش چیه. فهمیدی که نمیدونیم ما توش چیه؟ آفرین. فقط تنها کاری که ما کردیم اینو ما چسبوندیم. نخواستیم اسم شرکت مشخص باشه. آره اینو چسبوندیم. بچه‌ها من این رو می‌خواستم یه میستری باکس بگیرم که براتون باز کنیم. هر جا گشتم و فلان و اینها واقعیت چون دفعه اولمونم بود می‌خواستیم میستری باکس بگیریم زیاد جالب نبودن. قشنگ مشخص بود که دزدیه. سر همین بلند شدم راه افتادم تو کوچه ها خیابونا دشتا بیابونا این ور اون ور همه جا. آره رفتم و گشتم تا اینکه بالاخره یک آقایی رو پیدا کردم که اهل دل بود واقعا. اهل کار. خوب بود. بهش گفتم که آقا من برای یوتیوب میخوام یه ویدیو بسازم میخوام میستری باکس درست کنم. چیز این چقدر بابت این تو هزینه کردی؟ 1500 لیر. 1500. این تو 1500 لیر به آقای دادی؟ آره و گفتم که آقا فردا میام یه جعبه‌ای رو ازت میگیرم که نمیدونم توش چیه. میستری باکس. اون حالا به مقدار 1500 پر کرده یا بیشتر یا کمتر؟ گفتش من اولا که تو ترکیه بهم میگن شانس کوتوسو. یعنی همون جعبه شانس یا همون میستری باکس. بنویس شانس کوتوسو. خب بعد این رو به من 1500 لیر فروخت و جمله‌ای که به من گفت رو دقیقاً بهتون میگم. گفت که جعبه بهت میدم که پشیمون نشی. قشنگ انگار مثلا می‌خواست تومه رو بندازه که دفعه بعدم برم پیشش بگم. مثلا این دفعه دیگه با 3000 تا بری. آره این به شما بستگی داره که اگر خوشتون بیاد از این ویدیو باز هم از اینا واسهتون میذارم. حالا تو یادمون نرفته. من خیلی ذوق دارم. خیلی ذوق دارم. داشتم صحبت می‌کردم. ببخشید نشیدم. بگو میشه. حتما کانال رو سابسکرایب کنین، کامنت برامون بذارید. یعنی اگه ایده‌ای دارین حتما برامون بنویسین. اینقدر صدای من مریض رو در نیارین. و اینکه دیگه لایکمون هم کنید دیگه. دمتون گرم. لایک، سابسکرایب و همه مهمتر کامنت. بچه‌ها لایک میکنید اول ویدیو لایک نکنید. بذارید یکم بگذره دارید نگاه میکنید. اگر خوشتون اومد لایک کنید چون یوتیوب میبینه چی آقا اینا همین اول لایک کردن. ممکنه اینا ربات باشن. خب پس قبول نمیکنه اون لایکو زیاد براش خوب نیست. من خیلی ذوق دارم و دوست دارم سریعتر بازش کنم. خب بده من. تو بلد نیستی. خب بچه‌ها داریم میریم برای این قوطی زیبا. من بلد نیستم. شما قیچی اول درست بگیر. قیچی اونوری میگیرن. شما بلد نیستی. خب اولین بارش رو میزنید. بچه‌ها به نظرتون چی توشه؟ وسیله کلی. اصلا نمیدونم. بده من باز کنم. دست. الان ببین همش جز لوازم مثلا پسرونه است. انسان قراره باش خوشحال شه. یه چیزی هم بهتون بگم. ببین به قیافه مغازه اصلا 1500 لیر نمی اومد. خب کمتر میومد؟ بیشتر. یعنی هر چیزیشو نگاه میکردی گرون بود و فلان و اینها. واسه همین حس میکنم همه اینا از اون مغازه نیست. ولی سنگین بود نسبتا تحویل گرفتی. آره طرف اهل دله. خب یعنی خودش واقعا. آره. خب بچه‌ها خودمون نمیخواستیم این کارو بکنیم که باز شود دیده شود بلکه پسر میرفتیم پا تختی میخوندن. اوه بچه خیلی دشواره ها. باز کن دیگه. بچه واقعا پره. واقعا خوب میخوای ازش ویدیو بگیری؟ نه یه دقیقه صبر کن. نمیدونم میفته بچه قشنگ بچه واقعا پره. ایول من قراره خوشحال شم. بچه چیز جالبی که دارم میبینم اینو باز کن. آره توی نه اول از چیزهای کوچولویی که میبینی شروع کن. کوچولو یه چیز هست بچه تو کم دفتره. آره بیار ببینیم اون چیه. این چیش دفتره؟ از این چیزاست. چیه؟ رایتینگ تبلته. یعنی
داشتیم تو بچگی. ها کلی از این آگهیاش هست بابا. آره خیلی باحاله. باز کن ببینیم کجا رفت. بچه از ایناست. وای خیلی کار میکنه. خب مگه میشه کار؟ مگه اینا برقی اصلا کار نکنن؟ نمیدونم. بچه این از ایناست. بذار اسم خودتو ببینم مینویسه. نه چه مینویسه؟ کافه شادو. آخه درست. بعد رنگش نبند نمیشه. نه بابا این حس میکنه ما بچگی داشتیم این یه مایه‌ای توشه، این تکون میخوره. بعد بچه‌ها این دکمه رو هم مثل که بزنی باید پاک بشه. نشد. قفل داره. خب منو ببین. بذار جلو صورت بیا صورت رو بذار پشتش بچه‌ها اینم میتونن ببینن. خب آخه من یه دونه بنویسم. احسان گلی. آخه می‌نویسه. به درد بخوره. خب خیلی خوب. فکر نمی‌کنم این بیشتر از 30-40 نه 50 لیتر. 50 الان دیگه واقعا چیزی 30-40 نیست. یه آب میوه شده 40. خب من اولیشو درآوردم. اولیش باحال بود. من یه چیزی داره به چشم میخوره خیلی واسم جذابه. میخوام اول اون رو در بیارم. نه خودشه؟ اوه حاجی همونی بود که حدس می‌زدم. اینو دقیقاً من با این باکس دیده بودم. چیه؟ چوبه. من بچه‌ها که حالا شاید به خیلیتون بر بخوره ولی من تا الان هری پاتر رو دیدم نه کتابشو خوندم مثلا هیچی. با اینکه من خیلی کتاب خوندم ولی اصلا کتاب هری پاتر رو اینا رو هیچ وقت نخوندم. اوکی. برعکس خنگه میدونم بچه‌ها. من چون واقعا خیلی اطلاعاتی ندارم مثلا شاید تو نرگس واقعا با این خیلی خوشحال خیلی خوبه. خیلی بچه‌ها خوش ساخت و زیبا. آره فکر نمی‌کنم چوب باشه. نه با پلاستیک باشه واقعا. خیلی خوشگله. ببین من اینو میتونم درارم. این چیه؟ خیلی از روی این فهمیدی چیه؟ بچه ها اینم شد چیز دیگه خیلی من با این حال کردم. 1 2 3 تا چیز خیلی خاصه. بچه یک چیز جعبه کج و موج داریم سر دیده خوشش اومده مثل اینکه سر این یه تیکه که ازش زده بیرون باشه. درش بیاد. خب مسکه نمیدونم مثلا اینو بذارم تو صورت هم تغییر ایجاد میشه یا نه اونقدر خوب میشه یا نه. خب وایسا وای بذار وایسا چقدر میاد. وای این ماسکه فقط این پرتابایی که ما داریم انجام میدیم. آقا یعنی چی؟ چرا نیکه پلاستیک نداشتن؟ ذوق کردم. چه کشاش بی کیفیته بچه ولی کیفیت خودش خوبه. های هانی های خیلی باحاله. بچه اینا جنساشون خوبه. اون یکی بکنم جنسی زیاد خوب نبود. اون خیلی چیزه دقیقاً اینا که می‌رفتیم پارکرم می‌خریدیم. آره شله تلقیه ولی اینا کیفیتاشون خوبه. پلاستیکه دقیقاً. من حس می‌کنم مثلا این سه تا با هم دیگه 100 لیتر تقریبا 100. آها بچه‌ها این چوبه واقعا قیمتش معلوم نیست. یعنی اصلا یه جا میری میزنه 80 لیتر، یه جا میری میزنه 150 لیتر، یه جا میری میزنه 250 لیتر. اصلا مشخص نیست. هر جایی که میری یه قیمت میزنه. من اینو میزنم 100 لیتر. خب پس تا الان میزنیم دیگه. حالا توی چیز آقا من یه چیزی دارم مسخره دارم میگم. چیه؟ نمیدونی اینا چیان؟ اینا از تپ چینی اومده. خب میذارن تو گوش میگن که گوشت تمیز میکنه. من خیلی بهش اعتقاد ندارم خب ولی میگن که گوشت تمیز میکنه. شبیه قیفه. نه اینجوریه دورو 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 دورو. حالا اینا میکنن تو گوش ما کردیم جهنمون. خب تمیزه. آره دیگه دست گوشه اینو کردن تو گل من توش میخونم. اینو یه دور کردن تو گوش چینیا بعد فرستادن واسه تو. کثافت کاریه چیه؟ نمیدونم مثلا قیمتش چقدره ولی خب میگم قیمتی نداره ندارم ولی خب ماسکه
ماسک مگه اینجوری میشه؟ مگه ماسک کرمی نی؟ بابا این ورقه یاست دیگه احسان. ماسک بیوتیه. بعد این چیزاست، کاغذی هاست. از این با کلاس هاست یا از این چرت مرت هاست؟ نه ببین واقعیت بیوتی اونقدر مثلا گهرون و چیزی نداره. اینجوریه. آره یه قیمت تا از ایناست. فکر میکنم مثلا هر کدوم 12-13 لیره. نه بابا من توی گراتیس اینا نگاه میکردم زیر 15 نداشتیم دیگه. جدی؟ خب من ندیدم واقعا. خب 3 تا 15 45 ها تقریبا. خب 45 بچا بد نیست استفاده میکنیم. آره من میذارم رو صورت احسان ببینید. 3 تا ماسک 45. ولی طرف خوب میدونی چی باحاله رفته از جاهای مختلف گرفته، یعنی از یه جا آره واقعا وقت گذاشته دمش گرم. خب دیگه یکی دیگه رو در بیاریم. بچه‌ها یه ماسک دیگه دیره کشش خوبه. کشش خوبه. بذارم ببینم. خیلی خب بچه‌ها دیگه از این به بعد ویدیوامونو من قراره با این نه به تو نمیاد، من باید بذارم. بده من همش دارم میشکنی یا من مریضم. بگیر ببینم. نه بدک نیست. میاد بهت واقعا عشقم. خیلی زیباست، جنسش خیلی خوبه بچه‌ها. خیلی خوبه. نه این حس جنس جذابی داره. یک کم از اون یکی بچه‌ها یه چیزی میخوام بخرم، یه مجسمه یک خیلی دوستش دارم شدید، اصلا دیشب دلمو برد. میخوام بخرمش. با این حس میکنم سر خیلی قشنگ میشه کنار هم عکس بگیریم. آره احساس خیلی جذاب میشه. چی دیدی باز؟ لوازم آرایشیه. چیه؟ از این خطای بده من. تو نمیتونی بخونی؟ بچه اینم همون برند از گراتیس خریدم، نمیدونم برندش چیه. مثل اینکه رفته گراتیس فقط خرید کرده. آره نه یه کوفتی هست دیگه. آره واقعا یه کوفتی هست سخته. مداد چیه؟ خط چشمه. بیا به درد تو میخوره. بعدن قیمتشو بزنیم بالا. آقا من شنیده بودم که این برند واسه گراتیسه ولی روش نوشته مدین چین. همه چی چینیه بابایا. آخه گراتیس مگه واسه ترکیه؟ شرط می‌بندم کل این جعبه چینیه. نه همین. والله به خدا. بچه‌ها تو الان بد نبوده، بریم سراغ بعدی. خب بذار برای منه. اولین چیزی که می‌بینم اینجا در بیارم. چیه؟ بچه‌ها لامپه. از این لامپایی که کنترل داره. واقعا نداشتم تا حالا از اینا. حالا این الان جوری چیز داره چند رنگی، اونم همون ریختی میشه. بذار ببینیم. کنترل داره. بچه‌ها از این لامپاییه که بله میتونی رنگشو کنترل کنی. از این بیلبیلک‌ها تهش داره که باتریشو فعال میکنه. اصلا یادتون میرفتیم این چیزا میخریدیم، جا فندکی ها میخریدیم برای ماشینا بلوتوسی میشدن، کنترلش شبیه اوناست. آره اونا اینقدر بی‌کیفیتن کنترل اینجوریه دیگه. بابا بیارش. دوره. خب خطرناکه میشکنه. میذارم تو ماسک. آقا من هیچم چند تا چیز بازی میبینم، خیلی دارم میخواد بدونم چیه. خب ولی اسم میدونی چیه؟ اسمش چیه؟ بمبومیوم. یعنی من اینم اسم میدونی من اینو دیده بودم ترندیال بچه‌ها. من یه جور دیگه شو دیده بودم. بعد اینو تو مثلا میذاری بالای سرت. من باید چیز کنم، پانتومیم بازی کنم. اینجا چسب داره یه دست کن. خب من دیده بودم. آره بعد میذاری بعد باش پانتومیم بازی کنی تا بفهمی چیه. بچه‌ها چند نفره است؟ 4 نفره. 4 نفر میتونن بازی کنن. از این چیزا داره میبندید کله. خب بعد از این کارت ها داره کلی از این کارت ها داره. بعد مثلا روی یکیش نوشته دکتر. حالا مثلا بستی اینجوری قرار میگیره. این مثلا نباید ببینم. تو نمیدونی این چه کارتیه. من باید حس بزنم که این چه کارتیه. آره 20 سالیه. مثل پایتخت بود گلی خانم. فکر کنم. ارسطو میگفت گلی خانم. ژتون هم داره از این ژتون. احسان خب این خیلی ایده باحالیه، حتما یه بار چیزشو میگیریم. حتما. ولاگشو باید بذاریم واقعا. بازی کنیم برای بچه‌ها بذاریم. اگه دوست داشتین احیانا که ولاگ اینو واسهتون بسازیم بنویسید. آره حتما بنویسید. باحاله.
خب چیز خوبی بود بچه ها. این از این خیلی خوشحال شدم، حتی از این خط چشما هم بیشتر خوشحال شدم. بازی اینجا بچه ها ارزون نیست واقعا. بریم سراغ بعدی. خب من تا الان همه رو بردم بالا. بچه ها لورئاله. لورئال چیزه؟ چی کرم هست؟ آبرسانه. اوچ اتکله، یعنی 3 تأثیری. خب 3 تأثیری واقعا. بچه من خوب نمیبینم. 3 تأثیری. کم سریعتر باز کن ببینیم چی توشه. باز شود دیده شود. خب لورئال اوچ اتکلی 3 تأثیری کرم آبرسانه دیگه، برای پوسته. آره لورئال بچه میدونید احسان خیلی بیشتر من کرم آبرسان استفاده کنم. اصلا من چون میزنم جوش میخوره صورتم و اینا. خب این الان به در تو این چنده؟ خوبه 200 لیر. نه باور کن خیلی احسان اینا گرون شدن. اینو میزنیم 150. اوکی. 100. اوه چقدر خط چشمش خوبه. آفرین. خیلی خوبه. خیلی مشکه. حالا درسته چیز نیست ولی این چیه این دم دسته؟ این بکنم فاکتور تمام ایناست. بازم نکرده. فاکتور مگه داره؟ خب بکن باز شود دیده شود، بلکه پسندیده شود. باز نشد دیده نشد. یوتیوب عزیز با قیچی داریم بسته باز میکنیم، لطفا برای مثبت 18 سال حساب کتاب نکن. چیه؟ چی دیگه هم توش؟ آقا تو میدونی یعنی این چیه؟ LED ترانس. فکر کنم فهمیدم. ترانس. آره بچه ها هالوژن سقفیا هست دور نور سقفیه. اینم چیزشه. آره چی؟ ترانزیت؟ نه چیه پس؟ ترانزیستور نمیدونم چیزه، رابطشه. خب من ترمینال اون وسط که با این کار میکنه اون به برق مستقیم وصل نمیشه. داره به چه دردمون میخوره؟ دقیقاً. خب این چیزی بود که اومده از قسمت الکتریکی هم یه چیزی بذاره واسم. والله خیلی لامپ رو گذاشته بود. بدو دیر شد. این چیه؟ از این آسیاب ادویه است، یعنی اسکول طرف چیز میریزی، فلفل سیاه میریزی و واسه آسیاب میکن. من گفتی برو من مریضم. ببینم خب اینم بندازیم یه چیزی خور. آفرین چقدر باحاله. اینقدر بدم میاد این جا باتری خالیه. خب باتری بذار دیگه. 600 تا باتری میخوره. 1 2 3 4 5 6 تا 6 تا باتری میخوره. فکر می‌کنم ما انقدر باتری داشته باشیم در حال حاضر دم دست. چجوریه؟ ببین از اینجا سوراخ داره. خب باتری میذاری. خب چیزو باید کجا بریزی؟ جعبه‌شو کجا؟ اینو اینجا میریزی دیگه. چیو اینجا میریزی؟ موادو. منظور مثلا فلفل نمک دریایی اینا رو میزی این تو. بعد میزنی. بعد فکر کنم عکسش اینجوری بود. نه میزدنی نیست، این فشاری نیست. یه دقیقه بیا دیگه بردم. فکر کنم بعد برگردونی خودش همون لحظه آسیاب میکنه. واقعا؟ فکر کنم. نمیدونستم. من اینو فکر کنم تو یکی از رستوران‌ها دیدم. چه چیزی چشمام دید. نمیدونم قیمت چنده بچه‌ها، واسهتون میذارم حتما. میخوام یه چیز خیلی زیبا. چیه؟ من خیلی جوراب دوست دارم. واقعا جوراب دوست دارم. به چه دردت میخور 500 تا جوراب داری؟ میپوشم. مثلا جوراب رنگی نه. ایوا پاره شد. مثلا جوراب رنگی ندارم. چه جنسش بد نیست. آره خوبه. خوش رنگه ها. اصلا شبیه رنگ ماشین ماه. اینم همون رنگ است که تو دوست داشتی من نذاشتم ماشین بخری. رفتم ماشین بخرم. زرد نبود، خردلی جذاب. به من گفت نظرش چیه؟ گوش کن. به من گفت سر نظرش چیه؟ اینجا ببینید. بعد من گفتم به نظرم شبیه تاکسی و نخرید. خب تو اگه واقعا هم سعی قلبت دوستش داشتی باید میخریدی. خب من نظر تو واسم مهم بود. خیلی خوشحال شدم. ایول بچه 6 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 6 تا جوراب. خب خوبه. خیلی خوبه. خیلی خوب. اینا فکر کنم بودن 100 لیر بشه. 100 لیر.
آره خود جنسش هم خوبه خدایی. خوبه. آره. خب ببین این یکی بوده منو میشناخته. دیگه همه میشناخت. اینو بچه‌ها 100 بار با سر رفتیم بیرون گفت برام بخر نخریدم. این منو میشناخت. این آقای آشناست. تو رو کسی ندیده من تنها رفتم. نمیدونم حس می‌کنم به آشنا دادی واسمون این کارو انجام بده. آشنا داریم اینجا آقا. خب جورچینه بچه‌ها اینو الان بهتون نشون میدیم چی. وای این کوچیکاشم داره. بذار بچه‌ها اینو آخر سر نشون میدیم. آخه بخوام تستش کنیم. کوچیک داره. تستش کنیم. فکر نمی‌کنم تو چیز داشته باشه. دیدی نداره؟ این برای اینه آخه. راست میگی؟ خب بچه‌ها آخر ویدیو. خیلی ناراحت شدم. آخر ویدیو می‌خوایم جشن بگیریم. ببین چیه؟ چرا همش لوازم آرایشیه؟ لم کن بذار مارکشو ببینم. اصلا این چرا میدم مارکشو میبینم. این ساخت برای میبلینه. پشمام. چرا همش داشته؟ برو بابا. چون واقعا خیلی گرون شده میبلین خیلی. لوازم آرایشی و بهداشتی. خیلی خوشحال شدم ریمل دارم الان. نه این نداشتی. چرا ولی الان یه ریمل چیز دارم. نمیدونم مثلا خیلی وقت واقعا من ریمل. خب بچه‌ها قیمت این رو هم براتون میذاریم این بالا. ریمل. خب دیگه همش آرایش. این چیه اصلا معلوم نیست چیه. بستنش مثلا این بسته ها بچه‌ها 1-2 تا بسته گنده داریم که ما اصلا بازش نکردیم اینجا. الان گذاشتم واسه آخر که جذابیت. تا من اینو باز بکنم تو اون کرمه ببین چیه اون در بیار. کرم اینم مال گراتیسه. بی بیوتی. آره. این بچه‌ها ما داشتیم قبلا خودمون. حتی فکر الان هم داریم. خیلی خوبه. ماسک خیلی خوبیه. من که استفاده می‌کنم قشنگ برق توضیح میدم. این بچه‌ها از این ماسکاییه که میزنین به صورتتون. اینو بچه‌ها چقدر جذابه. آره جذابه. من داشتم اینو توضیح میدادم. برون بر بچه‌ها این ماسک خیلی خوبیه. ان شاءالله هر وقت اومدین ترکیه حتما این بر خودتون بخرین. میذارین خشک میشه بعد اینجوری پیست میکنین خیلی حال میده. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود دیگه. اینو نگاه. کلتو بیار پایین بچه‌ها ببینن. اصلا اوکی. اصلا با این میخوای چیکار کنی؟ میشه من خیلی قشنگه. منم خیلی خوشم بچه‌ها ببین از این پرینتر سه‌بعدیاست که اینجوری میسازن میاد بالا. جنسش از اونها سبکه. من تا حالا پرینتر سه‌بعدی ندیدم. بچه‌ها اینجوری یه کفه بچسبونم زیر این. بیا پایین اینو ببینن. آره یه کفه بچسبونم زیر این. بابا کار دارم اینجا توش حلقه هامو بندازم مثلا. خب بده جواب حلقه هم بده. اینو میخوام ببینم. خیلی خوشگل بود. وای چقدر ناخوناشو خوب در آورده. خیلی خوبه. چه مایه چیه؟ مایه همون چیزه کفه است. کف میکنه. بوم بالامجو. آره درسته بچه برای اون از اینا گذاشته. آخه قدر نوستالژی بچگی همه ها. احسان این چیز قیچیت کو اینو برام ببار. اینو مثلا به تو نمیاد. آی چی کار میکنی؟ میخوام بباریش. ما از اینا نداشتیم. وا تو پرت میکنی میگیری نداشتی؟ نه یادم نمیاد. من خیلی میخریدم اینو. همیشه هم خوب بودم تو این. وای آخه ببین تا قبل از اینکه من بیام خوب بودی. نه خیلی ببین برنده منم. ببین تو حالا اینو بندازی من اینجوری میگیرم. نه اینجا مناسب نیست که الان گرفت. تصویر چقدر خوبه. خیلی من خیلی بازی رو دوست دارم. بچه پیکنیک بعدی با این ببینیم کی میبره. معلومه که من کلا بازیای توپی بزرگ و متوسط من خیلی ادعا دارم. این ویدیویی که اینجا میذارم یه خانومی بنده خدایی برگشته گفته من تو بازیای توپی خوب نیستم. نه الان اومدم استایش کردم. یا اینجا میذارم واسهتون یا ته ویدیو میاد. بگیر. خب
بچه‌ها نمیدونم اینا قیمتش چنده. چیکار داریم به قیمتشون؟ خیلی حال داره. خیلی باحال بود. ولی اگر پیدا کردم قیمتش رو واسهتون اینو بیاریم بالا اینو. خب. نه، بذار یکی دیگه بچه‌ها مشخصه، بغیر از این دو تا جعبه یکی دیگه مشخص داریم. ما از این ترازو الان داریم. از این نیست ولی برای داریم. ما به دردمون نمیخوره. ولی باحاله. ترازو همین رو تو میخوای جمع کنی؟ نه من مریضم دیگه تو باید جمع کنی. یه جوری میگی انگار کوزتی. والا چه ربطی داره؟ بچه‌ها این ترازو هستش. بچه قطعا اینم چیز نداره. چی؟ اوه باتری داره؟ ببینم جدی باتری داشت اولین باره. ولی همین باتریش خرابه مثلا. نه روشنه بچه‌ها. روش نوشته به چیزه، روش به عنوان شعارش نوشته بود چیزه به حساسی پر، یعنی پرم روش بذاری وزن میکنه. فکر نمی کنم چه ناشتا میاد. صفر نبود. این مثلا یه 9 گرمه. بچه یه ترازوی به درد نخور برای ما چون داریم. آره واقعا داریم. خب بریم سراغ بعد. اینو درار. نه بیشتر نمونده دیگه. دو تا مونده. خیلی خوب. بعدش میریم سراغ تست. اینو درارم. خب بچه‌ها یه بعد جعبه من عافیت باشه. بچه‌ها توی میستری باکس یه میستری باکس دیگه. خب نه کجا وا میشه؟ حس کنم ساعته. آره بهش میخوره خدایی. یا ساعته یا مایتابه. چون بچه این ظرف مرفم زده اینجا نوشته کرلر، دقت کرلر، یعنی مواظب باشید میشکنه. شکستنی است. با احتیاط هم میشه. خب بریم سراغش. دیدیم ساعت دیواری گرد داره به ساعت میخوره. ساعته. به مایتابه نمیخوره. ساعته. درش بیاد. این چیه؟ ساعته؟ ببینه ساعته. بسو پازش کنیم. ساعته. احسان از کجا اومدی که ببین میدونی چیه؟ نمیدونی چی؟ ببین دیگه تموم شدی تو خودت از الان تموم شده. ببین بچه ها این از این گردوننده مرگه که احسان قراره از طریق این مجازات بشه. آره. وای عاشقش شدم. احسان بگو احسان قراره مجازات. ببین به نظر من خودت رو آروم کن. آره خودت رو آروم من چه چیزایی دیدم. بچه یه ماجیک داره واسه نوشتن. راست میگی واقعا برای نوشتنه؟ یه پایه داره واقعا برای نوشتنه؟ روزگابه نمکدون. خب واقعا خیلی خوشحالم کرد. مجازات هایی که من به طرف گفتم یوتیوب رفته این چیزها رو برداشته. باور کن. خب خیلی باحاله بچه‌ها. وایسا مثلا یه دونه‌شو بنویسم. خوب می‌نویسه. خیلی. تو این ترکیبو خیلی دوست داری. همه جا مجازات می‌کنی اینجوری. اصلا روغن زیتون جزء جدا نشدنیه. خیلی ببین احسان دیگه خودت چقدر جنسش خوبه. واقعا این اونقدر که این منو خوشحال کرد اون ریمل میبرین رو نمیدونم بچه اینا چالش ها و مجازات های جدید با آیتم های جدید کاملا شانسی. با احسان به نظرم دوباره زنگ بزن بهش یه کم دیگه بگو که برو برامون بچه ها دوست دارن یا نه. ببینیم بچه ها دوست دارن یا نه. به حمایت هاشون رفت داره. پایشه بچه ها. پایش اینجا وصل میکنی. خیلی خوشحالم کرد واقعا. خیلی قشنگه. خیلی چیز باحاله. خیلی خوب بود. خب احسان زود باشه که دیگه مونده. گردوننده این گردونه مرگه. باشه خراب نشه. نیفته. خب گردونه رو اصولا میگن گردونه شانس دیگه. من خسته شدم دارم میخواد بشیرم. این چیه؟ این میدونی یه دونه اینجا از این مغازه‌های بچه این تموم شد. این تموم شد. من اینو میذارم. این فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستش که بازی و اینا میفروشن. اینو من اونجا دیدم. واقعا چند بود؟ نمیدونم واقعا. اونها که خب خیلی بچه اگر تونستم قیمتا رو پیدا کنم واسهتون حتما تو ادیت میذارم. بعد این عیناست. بازیه. بسکتبال. من دیدم من عاشق بازیم.
به به بچه خیلی باحاله. دیده میشه؟ آره زیرش هم یه توپ جا مونده. مهم نیست بچه اینو مینداز نمیره تو سرت. بچه خیلی باحاله. یس رفت نه. خب بچه ها چرا مشکیه؟ اوه بچه ها رسیدیم به قسمت آخر. اینم چرا کار نمیکنه؟ نکنه اینم باتری میخواد واقعا؟ چه مسخره واقعا. باتری داریم؟ نمیدونم دور بگرد. بچه ها ما اینو راه بندازیم میایم پیشتون. خب بچه ها ما اومدیم همه چی آماده کردیم. باتری پیدا کردیم و این مایشه. آره مایشه. خب نه برعکس گرفتی. آره اینجوری میگیری میکنی تو مایه. خب ما بزن دیگه. نه اونجا نزن بیار بیرون. چرا انقدر کم زد؟ خیلی من خیلی اینو دوست دارم. نکن اونجا نمیزنن که. نکنه چی؟ آخه من از همین ریختم. همه جام کفی شد. خیلی کم میزنه چرا؟ خیلی واقعا ناراحت شدم بچه ها. نکنه باتریامون شارژش. بچه ما باتریا رو از توی یه وسایل دیگه برداشتیم. فکر کنم قدرتش اونقدر نیست. آره بادی هم که میزنه واقعا آنچنان بادی نیست. احتمال داره باتریامون ضعیف باشه. خیلی دلم میخواست واقعا این خوب باشه چون چپ و راست میکردم اینو تو سک و صورت تا احساس. خدا شو که خوب نیست. باز خوبه. بیا یکم داد. همه جا به گند کشید. اصلا فکر کنم باید به صورت پایینی بگیری. چقدر خوبه. ولی خیلی کمه. اوه خیلی خوبه. من خیلی حباب دوست دارم. فقط خیلی هم بد شدم. بریز اوه بچه باحال بود. ترکوندی حباب منو. بیا یکم دیگه واسط حباب درست میکنم. نگاش کن چقدر خوش رنگه. چقدر خوش. دوباره تو خرابش کرد. خورد به اون به من چه؟ اونا بچه خیلی باحال بود. مرسی که باهامون بودیم. مراقب خودتون باشین. خیلی دوستتون داریم. خیلی دوستتون داریم. مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. لایک و سابسکرایب اصلا یادتون نره. دوستتون دارم. خدافظ. یا حق یه بار نزن. باشه بگو. نمیخوام. بگو. گول میزنی. بگو. یا حق. با این دستم زدم. اون دفعه با این زدم. بچه خداحافظ.